روز پسر از مادرش میپرسد: مادر جان، من 18 ساله شوم چی به من تحفه میکنید؟ مادر با تبسم میگوید: اول 18 ساله شو. جوان دیگر اهمیت نداده مشغول کارهای خود می شود. سالها می گذشتند. روز جوان بیمار می شود و در بیمارخانه بستری می گردد. طبیبان به مادر می گویند که فرزندش مبتلای بیماری دل گردیده است. مادر این سخنها را شنیده گویا دنیا به سرش چپه گردانده می شود. به نزد فرزندش آمده می گوید: بچه جان، جگرک من، تو صحت می شوی، آبرومند می شوی. گویان گریه کنان برآمده می رود. بعد 2-3 روز جوان از خواب بیدار می شود. از دختران مادرش را پرسان می شود: مادرم کجاست؟ چرا به نزدم نآمد؟ دختران می گویند که شاید او را در خانه انتظار باشد. جوان به اجازه دختران به خانه اشان می رود. وقتی که وارد خانه می شود: مادر جان، من آمدم. گویان به آواز بلند صدا می کند. همین وقت ناگهان چشمش بر روی میز می افتد که در آنجا نامه ای را می بیند. نامه ای مادر. می دانم که این نامه ای مرا می خوانی. فرزندم، جگربندم، جان مادر، زادروزت مبارک. من تو را خیلی دوست می دارم. در یاد داری که از من می پرسیدی وقتی من 18 ساله شوم چه تحفه می کنی؟ جان مادر، انا همین حیاتم را، یعنی دلم را به تو دادم، تحفه کردم. من دیگر در برت نیستم، اما یک عمر با تو. مرا از خاطر نبرار و خودت را احتیاط کن. با احترام، مادرت. الها مادران دنیا همیشه سربلند و عمر دراز بیغم بینند. همیشه دعاگوی فرزندان باشند. جهان سپاس به شما مادران عزیز.